ملت عزیز ایران، هموطنان شجاعم، شما در 2 هفته گذشته به ویژه در 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده اید. اینک با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کرده‌ام، مرحله دیگری از خیزش ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران عزیز را اعلام می‌کنم. 1. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند، اهداف مشروع به حساب می‌آید. کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و انتظامی فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند، یا اینکه همدستی با قاتلان ملت را انتخاب کنند و ننگ و نفرین ابدی ملت را برای خود بخرند. 2. در خارج از ایران تمامی سفارتخانه‌ها